اوخرون روز 11 می شود. از 12 تا 5 25 روز پوره می شود. قانون میگه که تا انتخابات 25 روز. روز 5 ما حساب میکنیم. از 12 حساب کردیم 12 هم داخل می شود، 5 هم داخل می شود، 25 روز رسم می شود. آخرون روز ما کی؟ آخرون روز ما 11 شده است. 11 می اکتبر موعد ما با قیدی رسونید. اگر حاضر چخرگ ما نوشتیم امروز که به آخر رسیده است و امروز روزی تصدیق کردن پروتکل هست، اگر همین هم باشد اگر امروز هم بخوام چه رئیس برای اگر نمود شما تمدید کنید اگر هفتم، هشتم، نهم تا بگهی البته خودش 3 روز میشه. دهم، 11 این برای ما فقط برای بقیگیری است که بخوام بسنده است رئیس. محترم رئیس، محترم اعضای کمیسیون مرکزی انتخابات رای پرسی، موافق طلبات ماده 25 قانون کنستیتوسیونی جمهوری ترکستان درباره انتخابات پرزیدنت جمهوری ترکستان مهلت با قیدگیری نامزد پیش برگردیده به منصب پرزیدنت جمهوری ترکستان از جانب کمیسیون مرکزی انتخابات رای پرسی نه دیرتر از 25 روز باید صورت گیرد تا انتخابات. از این رو مهلت 2 روزه همین هم یک مهلت استثنایی می شود. مهلت استثنایی که از حساب فعالیت کمیسیون مرکزی انتخابات رای پرسی دراز کرده می شود و من فکر می کنم همچون نقشناس از 2 روز زیاد مهلت تمدید کردن غیر امکان می‌گردد، چون که خودش از حساب یک روزی که از حساب 12 می شود 2 روز با کمیسیون مرکزی انتخابات رای پرسی ماند. در مهلت 2 روز جمع‌بست کردن، حساب کردن، سنجیدن امضاها از جانب کمیسیون مرکزی انتخابات رای پرسی و برآوردن قرار داخل روی به قیدگیری نامزدها به نهایت یک مهلت کم باقی میماند. اون نوعی که پیشنهاد کرده ما در این مهلت میتونیم سنجش کردن. برای من یک روز کم میموند، فکر میکنم برای حزبایی که بعدتر و دیرتر میگیره برای سنجشون بسنده است برای بخیر میشه. اگر 3 روز کنیم نمیشه. کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی جمهوری ترکستان قرار میکند مهلت جمع‌آوری امضای شهروندان به طرفداری نامزدهای پیش‌گردیده تا ساعت 18:00 روز 10 اکتبر سال 2013 تمدید کرده شود. دوم، به حزب‌های سیاسی اتفاق جوانان تاجیکستان و فدراسیون اتفاق‌های کسب‌های مستقل تاجیکستان توصیه کرده شود که جمع‌آوری امضاها را تا ساعت 18:00 روز 10 اکتبر سال 2013 به آخر رسانند.